به خاطر اون مکانیزمی که من گفتم، پادزهر یا همون آنتیدوت متانول چی میشه؟ میشه اتانول. چرا؟ چون باعث میشه که در واقع خود اتانول بیاد به اون آنزیم بچسبه، به الکل دهیدروژناز بچسبه و خودش متابولیزه بشه به جای اینکه متانول متابولیزه بشه. و این باعث چی میشه؟ باعث میشه مریض مست بشه. پس مریضی که دیدیم مست خیلی در واقع بالاست به اصطلاح و حالش از اون نظر بده، این مریض احتمالا مسمومیت با اتانوله و این خوبه که اتانول توی بدنش انقدری هست که اگر هم متانولی باشه رو جلوش رو بگیره. بنابراین یکی از کارهایی که ما خودمون هم میکنیم همینه واقعا، یعنی به مریض اتانول میدیم. پس یکی از درمانهای اولیه مسمومیت‌های خفیف برای فردی که تشخیص مسمومیت با متانول میذاریم اتانوله. پس تاکید میکنیم اتانول میاد اون جلوی متابولیزه شدن متانول رو میگیره. خب اتانول رو با چه دوزی میدیم؟ اتانول رو با دوز 1 سی سی پر کیجی ما به مریض میدیم. این 1 سی سی پر کیجی چجوری حساب میشه و چجوری رقیق میشه؟ فرض کنید طرف 70 کیلوه. اتانول 1 سی سی پر کیجی رو ما با غلظت 20% درست میکنیم. فرض کنید طرف 70 کیلوه. خب یعنی میشه چقدر؟ میشه 70 سی سی. درسته؟ این 70 سی سی رو ضرب در 4 اگر بکنیم میشه 280 سی سی. ما به ازای هر 70 سی سی که به مریض همون لحظه میدیم 280 سی سی باید مزه بدیم. حالا مزه توی بیمارستان میشه دکستروز واتر یا حتی آب میوه، فرقی نمیکنه. یه چیزی که در واقع بتونه اولا غلظت الکل رو به 20% برسونه، دوما خوردن در واقع اون اتانول رو برای مریض راحت بکنه، چون مریض باید پی او به اصطلاح بلع کنه اون اتانول رو. خب حالا این میشه دوز اولیه، یعنی مجموع این قضیه میشه دوز اولیه در واقع اتانول رقیق شده 20% که ما به مریض میدیم. مجموع میشه چقدر؟ میشه حدود 350 سی سی. ما 350 سی سی الکل 20% داریم به مریضمون میدیم. همین رو با غلظت 1/6 تا 1/8 در واقع در ساعت ادامه میدیم. تا کجا ادامه میدیم؟ تا جایی که مریض اسیدوزش خوب بشه، حال عمومیش خوب بشه و در واقع بدونیم که اسیدوز کاملا برطرف شد. مورد دوم، یه سری شرایط هست که مریض واقعا حالش بده، اسیدوزش خیلی شدیدتره، از 7.25 په‌هاش کمتره، H3O از 15 هم حتی میاد پایینتر. مریض میاد مثلا با بیکربنات 10، میاد با بیکربنات 8 حتی. این مریض ها یعنی احتمالاً دیگه متانول هرچی هست تجزیه شده، اتانول دادن دیگه فایده ای نداره. خب مخصوصا مریض هایی که خیلی دیر مراجعه کنن، در نتیجه درمانش میشه دیالیز. اینکه دیالیز به چه صورتی انجام بشه، چند ساعت انجام بشه، چه دوری و فلان و این حرفا ما الان بهش کاری نداریم، بحث تخصصیه. ولی بدونید که یکی از درمان‌ها دیالیزه. پس بنابراین حتی اگر فرد دیر علائمش بروز پیدا کرد، بلافاصله به مرکز مجهز اعزام باید بشه. پس الان اندیکاسیون‌ها یعنی شرایطی که ما به خاطرش میریم دیالیز میکنیم چیه؟ یک، اسیدوز خیلی شدید، مخصوصا اسیدوزهای مقاوم. زمانی که بدن اسیدیه و ما نمیتونیم با درمانی که به مریض میدیم، مخصوصا مثلا اتانول، شرایط مریض رو خوب کنیم. اسیدوز زیر 7.25 قطعا دیالیز میخواد. بیکربنات زیر 15، یه سری ها میگن 18، ولی زیر 15 دیگه قطعا دیالیز میخواد. مریض هر گونه علائم بینایی داشته باشه، هر گونه کاهش سطح هوشیاری داشته باشه، حتما دیالیز میخواد، حتی اگر اسیدوزش انقدر شدید نباشه. و چهارم، پس علائم بینایی. و چهارم گفتم اگر مریض کاهش سطح هوشیاری داشته باشه، تشنج داشته باشه، فشار خونش افت کنه، اینها هم حتما باید مریض دیالیز بشه. خب سومین درمانی که به مریض میدیم فولیک اسیده. فولیک اسید رو با چه دوزی میدیم؟ فولیک اسید رو هم با دوز 1 میلی گرم پر کیجی میدیم، البته تا حد اکثر 50 میلی گرم. یعنی اگر مریض 70 کیلویی بود بازم ما همون 50 رو میدیم. نهایتا هم کورتون آخرین درمانیه که برای مریض ها میذاریم. کورتون باعث محافظت سیستم عصبی در برابر اون متابولیت های سمی
الکل میشه. جمع‌بندی کنیم صحبتامون رو. ما یه سری مراقبت اولیه داریم توی مصرف الکل و مسمومیت با الکل. مراقبت‌های اولیه‌مون اینه که در درجه اول تشخیص بدیم که فرد، یا بهتره بگم حدس بزنیم که فرد در واقع مسمومیتش متانول یا اتانوله. اگر که طبق حدس ما، طبق بررسی ما، شرح حالی که از فردمون، از دوستمون، از هر کسی میگیریم فرد مسمومیتش احتمالاً با متانوله، حتما همون لحظه به بیمارستان مراجعه کنه و خیلی 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 علائم مختلف چشمی، مغزی، کاهش سطح هوشیاری و علائم مختلف رو جدی بگیره، مثلا در مواردی که فرد دیرتر علائمش تظاهر پیدا میکنه. مورد بعدی اینکه حتی به بقیه کسایی که اون الکل رو هم مصرف کردن هشدار بده و بگه که اگر که فردی علائم مشابهی رو پیدا کرد یا حتی اگر علائم پیدا نکرد، مرکز درمانی نزدیک منزلش حتما مراجعه کنه. مورد بعدی اینکه اگر فردی با الکلی مست شد، اگر که در واقع مسمومیت داشت به هر ترتیبی، چه متانول چه اتانول، اولین کارهایی که باید بکنیم اینه که ABC رو توی اون فرد رعایت کنیم. A یعنی راه هوایی اون فرد رو حواسمون باشه باز کنیم. خیلی از افرادی که مست میشن، مسمومیت با الکل براشون اتفاق میفته، استفراغ میکنن و ممکنه حتی اون استفراغ ها بمونه داخل دهنشون و حتما ما باید مطمئن باشیم که مریض نفس میکشه و راه هواییش بازه. ABC مخفف همین هاست. A یعنی ایروی رو ما باید حواسمون باشه که مریض در واقع ترشحاتی نداره، توی دهنه چیزی نیست و راه هواییش حتما بازه. اگر راه هواییش باز نبود، با مانورهایی که حتما میدونید چیه یا همین توی یوتیوب نگاه کنید متوجهش میشید، سعی کنید راه هوایی مریض رو باز کنید. B یعنی مطمئن باشید که مریض نفس میکشه و C حواستون به فشار خون و نبض داشتن مریضتون باشه. توی مسمومیت با الکل ها افت قند خون رو خیلی جدی بگیرید. معمولا ما از افزایش یا از بالا رفتن قند خون خیلی نمیترسیم. قند خون 300 با 350 با 400 اونقدر فرق نمیکنه اگر فرد وارد فاز DKA نشه که حالا کاری بهش نداریم، ولی در مجموع افت قند خون رو خیلی جدی بگیرید. خود افت قند خون توی مسمومیت با الکل، چه اتانول چه متانول، میتونه باعث بشه که فرد وارد کما بشه. افت قند خون رو معمولا ما تو مسمومیت با اتانول داریم. توی مسمومیت با متانول معمولا قند خون حتی ممکنه یه ذره بالاتر هم بره. پس مراقب خودتون باشید، علائم مسمومیت با متانول رو جدی بگیرید و حواستون به خودتون باشه.